یک روز یک آدم آمد پیش بالول صاحب دانا. گفت بالول صاحبی همسایتان گفت تا روسی داره. گفت تو را چی؟ وی گفت برتی غورینان خو میاره. گفت کار داورد. بازم تو را چی؟ گفت خی ما رفتم. گفت مرا چی؟ گفت خی تو نمیری؟ گفت تو را چی؟ رفت آخرم آدم گفت هر چی که بگوی میگه تو را چی مرا چی مرا چی تو را چی. یک روز میگه بالول صاحب دانا پیش پادشاه شده بود. هارون رشید و زمان امو بوده. البته میگه یک آدم در آمد پیش پادشاه سلام داد. گفت علیکم سلام. گفت صاحب من علم نجوم میفهمم. او از ستاره شناسی و از هوا و از آسمان اطلاع. بالول صاحب همونجا شده بود. گفت تو که علم نجوم میفهمی همسایت میشناسی؟ نه والا صاحب. برو گفت لوده خدا نساز همسایت نمیشناسی آمدی از آسمان ها گپ میزنی. برای ایرم از خواه اتاق کشید. ای که بر آمد یکی دیگه در آمد. ای که در آمدی صیاد بود ماهیگیر. دیگه شاکتی خانم خود شیشته شطرنج میزنه. همی آدم سلام علیکی که جور استی بخیر. اینت یک ماهی را از خلطه کشید. خوب نقش و نگار کاکه بسیار مقبول کلان. ای را بر پادشاه توفه داد. گفت اینی را امروز صید کردیم شکار کردیم. پادشاه گفت بده 4000 روپیه را. 4000 درهم گرفتی. آدم که بر آمد امی زنش گفت تو پادشاه هستی یا تو یک الهی کارا میکنی؟ گفت چرا؟ گفت تو 4000 روپیه بر یک ماهی آدم دادی. اینجا جنرالا داری، وزیرا داری، کارگرا داری، رئیسا داری. هر کدام از این چی کارای میکنه. ملک برات فتح میکنه. تو ده او 2000 نمیتی 1000 نمیتی. این ده یک دانه ماهی را گرفتی 4000 روپیه دادی. صبر در خزانه هیچ چیز نمیمانه. کلش خرج میکنی 4000 ده یک ماهی. خدام در دریا چقدر ماهی کلش بیاره تو 4000 بده خو خزانه خلاص میشه. صبر زی مردم چطور میشه؟ حساب کتاب پاچایی و یا چطور میشه؟ هم هارون رشید گفت والا میخور راست گفت. دلش بود که صدا کنه و آدم. بالول صاحب گفتم صیاد آزار نته الهیش کو که بروه. گفت چی؟ گفته پس پیسر از پیش بگیرم. گفت تو را صدا کو بگو امی ماهی را که آوردی ماهی نرس یا ماده. اگه گفت نرس بگو ما ماده شده کار داریم. اگه گفت ماده است بگو ما ماهی نر کار داریم. پس پیسر از پیشش بگی. خوی گپ بالول هم نشیشت. همی پاچا صدا کرد گفت بیا اینجا صیاد. ای که آمد گفت این ماهی را که آوردی نرس یا ماده؟ گفت نه صاحب والا این ماهی نه نرس نه ماده. این دوین هر دو صاحب. بته گفت 4000 دیگه. این زنکه ایران ماند که ما گفتیم 4000 از پیش بگیریم. 4000 دیگر هم خوی برد 8000 شد. این آدم رفت صیاد دمی تا شدن رای زیناست که یک درم از پیش شرنگ افتاد. خوی بچی زامت خدا تا کدو تا که میگیره دنو که پایش خورد باز پیش رفت. خو آخر امیره گرفت. امی خانم پادشاه گفت سعی که صیاد چقدر پست آدم بود 8000 درهم گرفت. حال یک رو پیش افتاده هیچ اعلان نمیتم. خود سعی که چقدر گوشنا آدم است تو ناق ده 8000 دادی. صدا کمیره بگی از پیشش 4000. همی 8000 کلش. بالول صاحب باز پادشاه را گفت نگی غرضم آدم آزار نته الهیش کو. خوی باز قبول نکرد. باز صدا کرد را بیا اینجا. گفتی تو نمیشرمی خجالت نمیکشی پشت یک رو پس 30 دفعه ملاق میزنی. خب که 70 بود 8000 گرفتی برو اونمو بست میکرد. وای صاحب گفت قربانت شو من از خاطر پیسه و قضامت نکشتم. وقت گوشنام نیستم وقت پس صفتم نیستم وقت آدم کچه و کچوس و خطام نیستم که صاحب پشت یک رو پا من ملاقک دیم. از خاطر او پیسه رو ورداشتم صاحب که عکس شما و نام شما بوده و از این خاطر به احترام که به شما دارم من گفتم امی زیر پای هر کس و ناکس نشوه. به احترام شما من او یک رو پرور داشتم. بته گفت 4000 دیگه بوده. آی زنده باشین. تشکر. یک فکاییگه که تکراری میگم از خاطر مادر جان که آمده شیشته میگه کدام خاله دیگه از ما بتر خوشنمای هم نیست. لاغری نمه تو قاق کومایش برآمدگی دندانایش یک رقم. خب میگه آخر همی زن میگه در عروسی دیگه بغم بازی کردم میده. آخر هم یک دختر دور خورد در گوش گفت خاله جان بیدول آمستی کرتیت هم خوبش نیست بیشی بازار ما را خراب میکنه. خوی خاله را زور داد دیگه منوز دمو بازی خود از باز یک دختر گفت خاله جان بیشی بازار ما را خراب نکن. گفت برو تو هیچ کس سیل نکنه من بر خدای خود میکنم.